نمیصرفه. بچه خوشگل 2 سال وکیل شدی فکر کردی خبری؟ من خودم 20 سال اینجا وکیلم. اینجوری اگه اینجوری ماده بگو تا ماده بگم. آقا مهدی سلام. سلام جا. بابت مهریه زنم مزاحمت شدم. 7000 تا بهش کردی. من با 1/3 اورجینال واسه بیاوردم ایران. آقا مهدی بابت تقسیم ملک پدریمون مزاحمت شدم. چند تا بچه؟ 12 تا ماشاءالله خدا بیامرز همه شوتاش هم گل شد. بزن ببینم چیکار برات میکنه. فقط به هر کدوم چقدر میرسه؟ با تعدادی که شما دارید نهایتا 1-2 متر که بتونید توش خیاری بخوابید. آقا مهدی جلسه مهم دارم میخوام شما هم باشه. عقل وکالتون چقدره؟ 200 میلیون. چیکار مگه میخوای بکنی؟ 250. چه خبره؟ 300. آقا مهدی زنم ازم شکایت کرده. چی شده؟ خیانت کردم. ببینم حالا با کی بهش اوف این خواهر مادرم داره. آقا مهدی ازم مواد گرفتم. چقدر؟ 200 کیلو کوک. چیه؟ با همین قیافت؟ چشه مگه؟ پابلو اسکوبار تو کل زندگیش 200 کیلو یه جا نیده بود. آقا مهدی میخوام این نفر شکایت چرا چی شده؟ 4 سال بهم بدهکار پولمو نمیده. اوکی فقط قانونی یه ذره زحمت رفیق زیاد دارم. میخوای بریم بالا سرش؟ داشتی مخلصم. حالا به نظر شما حکمش چیه؟ ببین شما طبق ماده 237 قانون اساسی موظف هستین که موظف هستیم که چی؟ حالا ولش کن اینا رو بیا بریم سیگار بکشیم. آقا مهدی دعوا کردم میخوام دیه بگیرم. چقدر بعد بریدن؟ 300 میلیون. شما چقدر میگیری کارشو انجام بدی؟ منم 300 میلیون. کتکشو من خوردم. همه دیگه رو شما بگیری. به من چه دعوا کردی؟ می‌خواستی